حالتون چطور؟ امیدوارم که عالی باشید. خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه در چنل پریفان میوزیک. عزیزان برگشتیم داغ با مهنگار جان رستم عزیز، با پیشنهاد شما عزیزان پریسا هستم. بله بندم که سینا هستم، خدمت نگاه مهربونتون اومدیم دقایقی رو با هم آهنگ گوش کنیم، برقصیم، بدنسیم، ویدیو ببینیم، گپ بزنیم، حال کنیم. حاضرید؟ بدون معطلی میریم و شروع میکنیم. لایک ویدیو رو بزنید، چنل رو سابسکرایب کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. قرار بریم گل بشنویم. گل، خودت گل، صورتت گل، پیرنت گل، تنت گل، دیدین دیدین گل. با مهنگار ولی این نیست بچه‌ها، فکر نمی‌کنم ویدیو موزیک هم داشته و داغ گل گل. با ریتم شاد. گل از بر و گل از در و گل از چپ و راست اوفه ایسو سعی کنم آخی اوسو سعی کنم آن گل که فرستاده یار از کجاست اوفه ایسو سعی کنم آخی اوسو سعی کنم نارنجی و سرخ و زعفرانی و سفید اوفه ایسو سعی کنم آخی اوسو سعی کنم بالله نشود به انتخابی ما خطاست اوفه ایسو سعی کنم این اوفه چیه؟ خیلی قشنگه توش، یعنی قشنگ، یعنی کارو 100% میکنه. این اوفی که وسطشه خیلی ناکرده غلط ای دل رسوا شده ای ناچیده گلی مقبول تنها شده ای. این منم جان. شب تازه رقم زدم که یارم باشی اوفه ایسو سعی کنم آخی اوسو سعی کنم تا هستم و هستی در کنارم باشی اوفه ایسو سعی کنم آخی اوسو سعی کنم با یک بغل از باور کنید، ببخشید بد جا استوب کردم وسط خوندنه، ولی این ایسوسه کنم اوسو، بعد اینو الان من فهمیدمش. من از اولش میگفتم ایسوسه یعنی چی، اینو نمیفهمیدمش. بعد اوفه ایسوسه کنم آخی اوسه اون طرف اینجوریه. این منو نگاه کنم ولی الان نگاه کنم. و چه گل مقبولی هم هست، جوون خوش تیپ و خوش بزنم به تخت رو برادری. ماشاءالله هزار ماشاءالله. آخی اوسو سعی کنم با یک بغل از لاله سرای وطن اوفه ایسو سعی کنم آخی اوسو سعی کنم ای جان شیرین تو خواستگارم باشی اوفه ایسو سعی کنم آخی اوسو سعی کنم ناکرده غلط ای دل رسوا شده ای ناچیده گلی مقبول تنها شده ای ناچیده گلی مقبول تنها شده ای. مازندرانی شد. بندری شد. با نغمه دل است و بردم با ناز من درست گفتم. گفتم شمالی مازندرانی شد. آره ریتم راستم میگی، یه جورایی شبیه آهنگایی که ما تو شمال میشنویم. اینجوری خیلی قشنگی. بعد چه لوکیشنی، چه تیپ و استایلی هر دوشون. همین مدل همه تو جنب و جوش و رقص. این دوست عزیزمون خیلی ریلکس و عاشقانه. گل زعفرانیه دیگه. با نغمه دل است و بردم با ناز و با کرشمه دورت بگردم ای با ناز و با کرشمه دورت بگردم ای ببین که چشمه پیشت بیایم با نغمه غزل سرایم ای با نغمه غزل سرایم بلند و بالا ببین که حالا میای والا بلند و بالا ببین که حالا میای والا.
خیلی مست آهنگش، خیلی قشنگه، یعنی ریتم مست دیوونه خیلی ای داره. قشنگه با هدست و گوش کنید و هیچ برقصید. هیچ چیزی کم و کسر نداره، چه آفرین. از حالا هیجاناتش، لوکیشنش خیلی خوبه. فقط دوستمون خیلی عکسای سفته. مهرنگار این آقایی که الان آخه چون مهرنگار جان مخاطب. داره خیلی تحویلش میگیره، آقای اینجالا اگه خودش عاشق کلاس عاشق گذاشته. بشه ببین چی کار میکنه، هلیکوپتری میزنه وسط. دورت بگردم. بقومی ما باشد رسوم و سوگن، اگر که دل دادی نمیشه دل کن، ای اگر که دل دادی نمیشه دل کن، ای به شهری ما آیین همیشه جاریست، بالازی هر کار کاری دوست داریست، بالازی هر کار کاری دوست داریست، بلند و بالا ببین که حالا میای والا، بلند و بالا ببین که حالا میای والا. با تشکر از پریسای که در اون زیر کار صدای سوت رو در آورده. دقت کنید کلش هست و اون قسمتیه که پریسا از اون افکت عاشق اون افکت. عاشقشم. او لبخند زد آقا دوماتی. بیگ لایک. با سپاس خاص از استاد بزرگ چرا؟ میر مفتون، موسیقی آهنگشون. جاودانه و الهام بخش ایشون. بله بچه ها مرسی، ببینید مرسی. چقدر قشنگ، چقدر قشنگ و عجب آهنگی بود. آفرین، خیلی کار زیبا بود. قشنگی کردن. ما خیلی کم دیدیم که به هر حال هنرمندان عزیز تاجیکستان خب خیلی بازخوانی کردن توی عیدها و مراسم‌ها و اینها، که خب بازخوانی میکنن آهنگ‌های هنرمندان کشور افغانستان که خیلی از مردم عزیز افغانستان می اومدن میگفتن که هیچ اسمی از هنرمند آره و این افغانستان قشنگه نوشته نمیشه و خیلی کار قشنگی بود. آفرین بسیار به زیبا، مهرنگار جان بسیار رستم و دلانگیز. تیمشون. واقعا میشه هزاران بار این آهنگو گوش کنید و در شادیاتون لذتشو ببریم با این آهنگای دلانگیز. انشالله استاد میر مفتون هم 120 سال زنده باشن و هیچ هنری قشنگتر از این نیست که واقعا راه استادا رو اینجوری ادامه بدن. مهرنگار رستم خیلی قشنگ اجراش کرد و چقدر شاد بود و برای امسال که نوروز داشتم با آهنگ بود. فکر میکردم خیلی خوب من بود. فکرم داره با حرفای من گوش 100% اونم هست. من همزمان توانایی انجام چند تا کار دارم دوستان. امیدوارم که لذت کافی رو مثل ما برده باشید. قربون شکل ماهتون بچه‌ها، ماچ به کله ها. ناراحت نباش. خدا به امید دیدار.